چیه؟ ببین تا کی قراره حرفمون کم باشه با هم؟ احساس میکنم مثلا یکم فقط بعد فکر میکنم این هفته درگیر موضوع تعلق داشتن شدم. درگیر این موضوع شدم که آیا همه چیزایی که مال منن واقعا مال منن یا یه روز قراره از دست بدمشون. خب اگه قراره از دست بدمشون چجوری میتونم با اون غم از دست دادن کنار بیام؟ من تجربه از دست دادن رو دارم، اما هر دفعه که قراره یه چیزی رو که خیلی دوستش داری و از دست بدی، این حس میاد سراغت که چجوری با این از دست دادن کنار بیام. بعد باحال اینه که تو همین 1 ماه کلی دوستای من درگیر از دست دادن ها شدن. کلیاشون رابطهشون به اتمام رسید. خیلیا دوستانی رو البته از دست دادن، یعنی زندگیشون پایان یافت. و همیشه یه سری چیزا هست که قرار از دست بره و این آدم ها درگیر همونا شدن. خیلی مثال دیگه این هم هست که میتونم بزنم، اگه حالا خودشون دوست می‌داشتن قطعا میگفتم، ولی میخوام راجع به این حرف بزنم که نتیجه جالبی داشت برای من این هفته. یه برف عزیزی زد این چند روز تو شهرمون، برف باحالی بارید و این برف باحاله منجر به این شد که آدما یه دید جدیدی از زندگی برای خودشون داشته باشن. عکسای آدما عوض شد، سعی کردن برف رو نگاه کنن جای اینکه استوریای عجیب غریب بذارن. استوری برف میذاشتن. برفه باعث شد یه مقدار حال آدما بهتر بشه. ما تقریبا میشه گفت که چند وقت دیگه 2 هفته دیگه فکر کنم سال تمومه و ما امسال هیچ برف و بارونی ندیدیم، اما این هفته باحالی بود. 3 روزشو خیلی بارون شدیدی اومد، 3 روزشم برف خیلی حقی اومد. میدونی چی میگم؟ این برفه برای من دید جدیدی رو به وجود آورد و به واسطه برف و با الهام گرفتن از برفی که بعد از 1 سال خورده دیدمش، برفی که موقتاً هست، برفی که میباره و میره تا سال آیندهم نمیاد و همیشه در حال تغییره، یه دید جدید توی زندگیم و توی ذهنم به وجود اومد. اونم این که ما به هیچ چیز تعلق نداریم و هیچ چیز به ما تعلق نداره. نمیدونم چقدر قرار درست باشه. در کل رسالت این ویدیوها اینه که چند روزی و چند ساعتی و از دید من زندگی رو ببینید توی چند دقیقه. و من احساس میکنم که ما به هیچ چیز تعلق نداریم و هیچ کس به ما تعلق نداره و هیچ چیز به ما تعلق نداره. وقتی که به این فکر میکنم تمام از دست دادن ها برام ساده تر میشه و زمانی که میخوام چیزی رو دوست داشته باشم بدون ترس از دست دادن دوستش خواهم داشت. ترس از دست دادن کار، ترس از دست دادن عزیزانم و تصادف کردنم، هر چیزی که ممکنه یه روز باعث بشه من از دست برم، تماما جلوی اینها رو حس میکنم میگیره. ممکنه هفته بعدی بیام و نقص کنم این صحبت ها، اما احساس میکنم تعلق در کل چیز درستی نیست. ما اگه کسی رو دوست داریم پشت اسمش صفت من میذاریم. من هنوز همین کارو میکنم و خواهم کرد، ولی این من بسیار ناراحتی برای ما به وجود میاره. این من انتظارات ما و اون رو زیاد میکنه. کتاب من اگر که خراب بشه یا کنده بشه، من قصه میخورم که کتابم خراب شد، در صورتی که شاید بتونم با اون کتاب خراب هم باز مطالعه کنم. گوشی من اگر از دستم بیفته چند روز قراره حالم بد باشه، ولی اون گوشی هنوز هم کار میکنه. دوستان من میتونن یه روز منو ناراحت کنن، اما من میتونم اونا رو ببخشم یا اونا میتونن منو ببخشن و اون دوستی میتونه باز کار کنه. چند روز درگیر اینم که تعلق نداشته باشم و تعلق یعنی که میخواستم بگم که کسی بهم تعلق نداشته ها. میدونم که فهمیدین چی میخواستم بگم انشالله. و خلاصه مطلب چند روز درگیر این موضوعم. بیاین همه چی رو یه جوری ببینیم که در حالی که مال ماه واقعا مال ما نیست، در حالی که دوستش داریم اونقدر دوستش نداریم. البته منی که دارم این حرفو میزنم راستشو بخواین
نسبت به پارتنرم و خانواده‌ام این حس رو نمیتونم داشته باشم. اما زمانی که اذیتشون میکنم یا دارن اذیتم میکنن بل اتفاق و ناگهانی و غیر تعمدی یه جورایی میشه گفت، میتونم به خودم بگم که اشکال نداره، هیچ چیز مال من نیست تو این دنیا، و وقتی که آرومتر شدم باز دوستشون داشته باشم. این حس باعث شد که من تو این هفته یه رقم تقریبا زیادی رو از دست بدم مالی. جایی یه اشتباهی رخ داده بود توی جابجا کردن یه پولی و یه اتفاقی باعث شده بود که اون پوله به حساب من نشینه و به حساب دوستم بره. حالا مفصله، فقط میخوام تو جریان بذارمتون که چه شکلی بوده. اون پوله از حساب یه دوستی به حساب من باید میومد، اما نیومد و یه جای دیگه پول نشست و ما تا تونستیم پول برگردونیم یه چیزی هولوش 1/3 اون پول از دست رفت و من فقط به سبب این که بتونم از اون پول در جهت پرداخت حقوق دوستم استفاده بکنم مجبور شدم که 1/3 اون پول رو بدم و فقط بتونم حقوق اون دوستم رو برگردونم و بهش بدم. اون لحظه که داشتیم این اتفاقات میافتاد، اون دوستی که پول بل اشتباه تو حسابش نشسته بود انقدر قضیه رو پیچوندم که برق میدم گیج شده باشه. اون لحظه که داشتیم حسابا رو اوکی میکردیم که پول رو از حساب دوستم بگیرم، دوستم میگه ببین الان اگه این کارو بکنیم کل پول از دست میره، الان اگه اون کارو بکنیم کل فلان میشه، الان گفتم تو دلم به خودم گفتم این پول متعلق به من نیست، پس اگه خراب شد فدا سرم، اگه موند خب خوبه، خوش میگذرونم باش. و احساس آروم تری دارم نسبت به همه چیز. بازم میگم قرار نیست همیشه اون چیزی که دیگران فکر میکنن درست باشه. تمرین اینه که ببینم خودم چقدر درست میگم، خودم چقدر درست فکر میکنم. من معمولا مخالف اینایم که بچه‌ها میخوام 4 راه پول درآوردن رو بهتون نشون بدم، بچه‌ها 4 راز موفقیت رو پیدا کردم. اینا هیچی به جز دروغ نیست. و من همیشه سعی دارم ولاگی که درست میکنم، صحبتی که دارم روی اینترنت میذارم کمی واقعی باشه. ما هممون داریم یاد میگیریم و هممون داریم آزمون خطا میکنیم. یکی مثل من اونقدر جرأت زیادی داره که آزمون خطاهاشو علنی میکنه، یک کسب و کار ران میکنه و به همه نشون میده، بعد فیل میشه، در مورد نظر صحبت میکنه، بعد خودش نقضش میکنه. بعضی هم نه، میترسن از این اتفاق. من هم میترسیدم، استرس دارم تا دلت بخواد، ضرر دیدم سرش تا دلت بخواد، ولی خب از اونجایی که میدونم دارم یاد میگیرم و آزمون خطا میکنم از خودم ایرادی نمیگیرم و میذارم که آزمون خطا هم اتفاق بیفته. امروز یه دوست خیلی عزیز بهم دوبار زنگ زده و نمیدونم چقدر تا الان حرفام روی ویدیو نشسته، چون راستشو بخواین در حال حاضر ویدیو جلوم نیست و دارم با هوا حرف میزنم و قراره فقط این صدا رو بذارم رو ویدیو و الان باید کم کم صدا رو قطع کنم و برم به اون دوست عزیزم زنگ بزنم. امیدوارم که این صدایی که الان ضبط شد رو ویدیو خوب بشه اول از همه، و اینکه همین دیگه اون دوستم با هم کار خوبی داشته باشه. ولی حتی کار خوبی هم نداشت فدا سر. من به اون دوستم تعلق ندارم و اون دوستم به من تعلق نداره. مرسی که من رو نگاه میکنین و دنبال میکنین. بچه سابسکرایب کردن به قول یه دوستی برای شما خیلی وقتگیر نیست ولی به من خیلی کمک میکنه، هزینه‌ای هم نداره. اگه که سابسکرایب هم بکنید و ویدیومو لایک بکنید و اگه از این ویدیو چیزی یاد گرفتین به دوستاتون معرفی بکنید خیلی حال میده بهم و ممکنه یه روزی یه اتفاق خیلی باحال‌تری بیفته و چیز جدیدی رخ بده. بعد پس برای اینکه این اتفاق بیفته ممنون میشم که سابسکرایب هم بکنید و لایک هم بکنید. ممنون از این که دیدیم. بابا همین دیگه. خداحافظ.